سبز برای من نه رنگ سبز خرداد در آیین کهن میتراییه که احترام زیادی به آن قائلم و نه رنگ سبز اسلامیه که همواره سعی کردم به دلیل وجود اکثریت مسلمان در ایران به اون هم احترام بگذارم. همچنین دلیل انتخاب رنگ سبز انتخاب شخص میرحسین موسوی هم نیست. سبز رنگ تغییر است، رنگ طبیعت و رشد. در نهادهای سیاسی و جنبش‌هایی که در راه رسیدن به جامعه آزاد تلاش می‌کنند برای اتحاد و همدلی میان کسانی که به این جنبش‌های اجتماعی اعتقاد دارند، رنگی به خصوصی انتخاب می‌شود. رنگ سبز هم امروز در جهت همدل کردن مردم ایران در سرتاسر جهان استفاده می‌شود تا همه ما بتوانیم با یک سمبل و در کنار هم قرار بگیریم و در راه و تحقق اهدافمان تلاش کنیم.